و یسعون فی الارض فسادا. محارب با الله و رسولش چی است؟ مرتد است دیگه. کس قانون الله را قبول نداره، مرتد است. اینه جزاش قتل است. یحاربون الله چی است دیگه؟ میگم مرتد در قرآن جزایش نامده، اینه آمده است. در این بار حدیث صحیح مسلم است که اونمون قوم ارنیین آمدن، ارنیین در مدینه آمدن، اظهار اسلام کردن. رسول الله هم اسلامشان قبول کرد. مریض بودن، هوای مدینه سرشان تبدیل شد، مریض شدن، کندیدن. رسول الله هم گفت برین اشربوا من ابوالها و البانها، باول شتر بخورین که شیرش جور میشه. اینا رفتن شیر شتر خوردن، جور شدن و در اونجا یک سایه بود، نه در سایه که شترها می بودن، با چوپان کشتن، شترها را گرفتن، گریختن و مرتد شدن. رسول الله هم نیروها را روان کرد، بریم بیاریش. رفت نیروها ساکر رفتن از سواران، اینا را درا گیر کرده آوردشان و این برس هم استادشان. حالا هم مرتد هستن و هم قتل کردن. چی جزا دادشان؟ دست پایشان رو قطع کرد، رد و بدن. اما تو ماندشان و آهنا را داغ کرد در چشمشان، چشمایشان را داغ، درشان داد با آتش چشمایشان. و اما تو در آتش سوزان، ریگزار سوزان گرمی استادشان تا اما تو مردار شد. این هم مرتد شده بودن، هم آدم کشتن. اون حدیث صحیح اینی آیه. بعضی بیدین ها میگنه اینجا سوال هم کده که مرتد جزا نداره، این تو آیاتا را آوردگی اصلاح اکراه فی الدین اینی همونجا یک سوال کده بود، نه اگر تو دیده باش کسی از مده بود شبکه اجتماعی من تو دلایل آورده من گفتم ما وقت ندارم که تو قیب فلسفه بگم. وقت پیدا کردم باز برد میگم خب مرضی است تو. ده اتفاق است که مرتد جزایش قتل است، هیچ مذهب اختلاف نداره، نه تشیع نه تسنن. چی هم میگن جزای مرتد قتل است. سنی هم میگه و 4 مذهب مانده، هر قدر مذهبی که در دنیاست میگه جزایش مسلمان باشه منسوب به اسلام میگه جزای مرتد قتل است. حالا بعضی ها پیدا شده چون که حقوق بشر میگه کسی که مرتد شد نه آزادی دین و عقیده به خاطر از اون میخیزن. لا اکراه فی الدین، اکراه فی الدین به معنی عقیده است. معنیش است که یک کسی اسلام قبول نکرده، اسلام به زور مسلمانش نمیکنه. اسلام قبول کرد مرتد شد جزایش کشتن است. حالا ده اتفاق. اینی آیات و حدیث دیگه هم حدیث بخاری من بدل دینه فقتلوه. لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. حلال نیست ریختاندن خون یک مسلمان مگر به یکی از 3 جرم. کفر بعد الایمان، کفر بعد الایمان، ارتداد بعد الاسلام. بعد الاسلام مرتد شد پس واجب القتل است. البته وقت برش داده میشه 2-3 روز توبه کنه، نکرد کشته میشه. آن یکم تو میگه مولوی ها از پیش خود تیره میکشن. بی دین مردم، مولوی حق نداره که از پیش خود گپ بزنه. مولوی چی کار است که نظر خدا بگه؟ مرتد اینمی جزایش است. مرتد کی میگه؟ کفر خدا اظهار میکنه، دعوت میده، او که پنهان از خود کسی کار نداره. هر وقت که کفر آشکارا کرد اینجا جماعت هم تهدید میکنه، وحدت از بین میبره، ریشه اجتماع را میکشه. این میال در کشورهای کفری هم میطور است. در کشورهای غربی یک کسی علیه نظام قیام کند که بیخی مردم 2 پارچه کند، حکم اعدام برش میده. اینجا عقیده را 2 دانه کردی، وحدت مومنین از بین رفت، در بین مومنین جنگ میاد، بیخی ریشه مسلمان ها کشیده میشه، کل جامعه از بین میره، کل اجتماع. حرکت ارتدادی خطر برای کل جامعه اسلامی است، از بین بردن کل جامعه است. به می خاطر جزایش قتل است. خودی کافر هم کار میکنه، نمی کاره. او را نامش مانده که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. داخلی و خارجی چی است؟ چرا تو اعدام میکنی مردم؟ امیال خودشان اعدام میکنن. در امریکا اعدام هست، در چین هست، در روس هست، در ایران هست، و بسیار کشورهای کفری اعدام هست. کسی کافر باشه پنهان او را اسلام میکشه؟ نه، او خود چوپ است. اونو موجود نماز میال کسی نخونه او را میگن مسلمان است. نه، هیچ کارش نداره. اما زمان کفر اظهار کرد، پیامبر داشتم میته، قرآن اینی شروع میکنه، اینی جست دیگه که اسلام دیگه
میگه بیا دیگه گردنک تبان. توبه میکنی یا نه؟ اول یک سرچپه میکنه، یک 30-40 دوره کشش میکنه، میگه اگه گفت توبه کردیم بد کردیم، خواب یک فرشش میکنه. خب علنی اینی مرتد شد. اگه توبه هم کرد یک جزایش باید بده. دیگه در عمر تی کار میکنی؟ نه، برو دیگه. اینی اولین بار. دوم بار اگه این کار کردی باز اسلام قم مهربان. باز مرتد شدی باز هم وقت میتی، قبول نکدی باز کشته میشی. عدالت است الحمدلله، 100% عدالت است. دمی حکم قال انما جزاء الذين يحاربون الله. يحاربون الله چی است؟ محاربه با قانون الله میکند، با دین الله، با رسولش. و یسعون فی الارض فسادا، جنگ میکنن با الله و رسول، کوشش میکنن در زمین با فساد. فساد چیست؟ بالمعاصی و سفک دماء، خون میریزانند. و دیگه چی میکنن؟ راه را میگیرن. راه ان یقتلوا، اینکه کشته شوند بجا خاطر بغاوتشان، او یصلبوا، یا کشته شوند و در دار ویزان شوند به خاطر چی؟ زجر به غیرشان. کشته که شد جسدش بالا کو که اینی جرم کردم. او تقطع ایدیم و رجل من خلاف، یا اینکه قطع شود دست راستشان پای چپشان، من خلاف رده بود، دست راست پای چپ. او ینفوا من الارض، یا تبعید شوند از یک شهر به دیگر شهر، شهری که زندگی میکنه اوجا تبعید شود. ذلک لهم خزی فی الدنیا، این من جزای مذکور ذلت است برای از اینا در زندگانی دنیا، و در آخرت عذاب بزرگ است. از اینجا فهمیده میشه که در دنیا خوی جزا. یکم تا میگه که با حدود نه، گناه آخرت الله میبخشه. نه، از این فهمیده میشه که مرتد است. مرتد شده به خاطر در آخرت عذاب آتش است. مگر اینکه توبه کرده باشه. توبه بکنه گپش دیگه.